شما اگر یک تلفن آوردین 120 روز استفادهش کرده میتونین. دو سیم کارت داشته باشه خیلی 240 روز. بعد وقت کم میشه تلفن باید قید ایمیل کنید. بازی نرخ یک قید ایمیل تلفن 32000 تل قریب ده $800 میگذره. بازی S24 اولترا روسیه گرفتگیم $800 خریدگی میشه. این تلفنی که از خریدار نگاه دارم اینا این ترکیه خریدگیم $100 هم نیست به فکرم. سیم کارت رو دایزدگیم وای فای با ایگرون کردگیم S24 اولترا ما استفاده کردم. اگر امی S24 اولترا را که من $800 ده خریدگیم اگر ای ترکیه بخری $2000 میگذره. انا قید ایمیل غیر قانونی هست با ارزان تر میشه. انا ایرا مینوسش چی دست سری ما اومده تلفن تا دوستا میگه که یه روز باید ختیمه بیسته طلبای تلفن چی میه خدا میدونه. اگه میگیری نوت 8 داشتم وقتش ده گرفته اولا انداده سیم کارت پانی خود کار نمیکنه. 120 روز تمام شه باکی نمیدونم 240 روز تمام شه سیم کارت اگه باشه بعد وای سال نو اومد یا ابنویت میشن بود 240 روز دیگه استفاده کردم میتونی. بعد همین دیگه گفتم یه تلفن چه پراستاگ میگیرم برای بسر راحت استفاده میبرم.